مهران نگاه کن چی برام اومده. یه پیام جزئی کانال یوتیوب. بریم از تلویزیون خونه اینا رو نگاه کنیم. ویدیوش خیلی جالبه. درود دوستان، به فکت فایندر خوش اومدید. آیا میدونید قدیمی ترین گنجینه های تاریخ بشر مربوط به کدوم تمدنه؟ شاید فکر کنید که این گنجینه ها متعلق به مصر یا روم باستان، ولی واقعیت چیز دیگه. یا شاید فکر کردین که این گنجینه ها باید پر از سکه‌های طلا و جواهرات گران قیمت. من اینو یه جایی خونده بودم. این خیلی جالبه. بذارم ویدیوهای دیگه‌ش هم ببینیم. می‌خوایم با هم ماجرای کتابخانه افسانه‌ای اسکندریه رو بررسی کنیم.